کاش اول من تمومش کرده بودم. سلام جناب اصلانی، وقتتون بخیر. شهروندی ترکیه نه والا انجام نمیدیم. چی انجام نمیدیم؟ کارمون هستن. بله جناب اصلانی، بله ما کار شهروندی ترکیه رو هم به صورت کاملا تخصصی براتون انجام میدیم. شرایط اقساطی فکر نکنم، باید $400,000 به صورت نقد. چی داری میگی بابا؟ 12 24 ماه 36 ماه اقساط. بله جناب اصلانی، بله شما میتونید با شرایط اقساط خیلی خوب هم شهروندیتون رو دریافت کنید. اقساطش چطوریه؟ به دلاره دیگه. بابا به لیر هم داریم؟ ولی بله میتونیم به لیر هم با یه شرایط خیلی خوب براتون ببندیم. چند تا واحد؟ با این بودجه یه واحد دو خواب دو تا بابا، دو تا واحد دو خواب بزرگ میتونید با این بودجه تهیه کنید. امکانات چندانی که نداره. بابا کلی امکانات داره. باشگاه ورزشی، سالن پیلاتس. بله کلی امکانات داره، تمام امکاناتش فوله. اگر میخوایم بدونید کدوم پروژه‌مون اقساطیه، کلمه اقساط رو برای من بفرستید.